سلام خفنای گل، مادر مهربونای عزیز. این دوتا دوست عزیزمونو دیدی؟ آجی اینا حاضرن به خاطر پول هر کاری بکنن. اصلا من این ویدیو رو گذاشتم با هم دیگه یه نظری رو به اشتراک بذاریم. یه دیس غذا، 4 تا مرغ، یه عالمه نمیدونم سیب زمینی سرخ کرده، 10 نوع سس، 300,000 تومان. بعد اصلا اون چه غذاییه من نمیدونم. من فقط میدونم این دوستای عزیزمون به خاطر پول هر کاری میکنن. بعد اینم فکر نکنن که مثلا دارم دیس میکنم یا هر چیزی، یا نه به خدا. من یه بار تبلیغشون رو دیدم، یه غذایی رو داشتن معرفی میکردن. الان دست هر یه بچه 13-14 ساله‌ای یه گوشی اندروید هستش. من دلم اون غذا رو خواست بخورم ولی گرون بود، نمیتونستم بخورم. بعد حالا تو فکر کن ما چقدر آدم محروم داریم که دلشون میخواد از این غذایی که ایشون تبلیغ میکنن بخورن، نمیتونن. فقط خواستم در جریان باشید، اصلا به این آدما راه ندید، بها ندید. اینا به خدا بلاگر زشت اسمشو بذاریم. اینا آدمایین که به نظر من تو فضای مجازی رهگذرن. دمتون گرم، شبتون بخیر.